تقریبا 0.17 و دیگه ما د کابل په میخانیکي انسټیټیوټ کې د وخت د غوښتنو سره سمې په بیلابیلو برخو کې ځوانانو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي. د کابل میخانیکي انسټیټیوټ په 1414 لمریز کال کې تاسیس شوی دی چې اوس مهال په 7 څانګو کې په 12 ډیپارټمنټونو کې زده کوونکي او محصلین پکې په عملي او نظري زده کړو بوخت دي. اینستیتوت مکانیکی کابل در سال 1316 به همکاری کشور آلمان تأسیس شده که تا امروز الحمدلله موفقیت‌های چشمگیری در راستای خدمت در عرصه تمام عرصه ها داشته که الحمدلله فعلا در 7 بخش در 12 دپارتمنت شاگردان در اینجا مصروف درس هستند که میتونیم بگیم که در عرصه دپارتمنت برق، دپارتمنت الکترونیک، دپارتمنت آبرسانی مرکزگرمی، دپارتمنت ترمیم موتر، دپارتمنت ماشینری و فلزکاری و نجاری و ریختگری و دپارتمنت استاد شاگردی، دپارتمنت عمومی که در مجموع بعضی دپارتمنت های ما باز به 3 دپارتمنت ارتقا کرده که در سال قبلی ما داشتیم 7 دپارتمنت در همین 7 بخش و امسال الحمدلله 12 دپارتمنت داریم فعال در 7 بخش مصروف درس و تعلیم هستند شاگردان. این مدل آموزشی ما که است مربوط به چراغ‌های موتر میشه که 3 قسمت تقسیم شده: قسمت پیشروی موتر، داخل موتر و عقبی موتر. قسمت پیشرویش که است چراغ‌های موتر است، اشارهای موتر است و یک قسمت دیون فولش است و هم سویچ موتر است. این قسمت مابین موتر میشه که وایرینگش مختلف است که هر کدامش قسمت کار خودم میکنه و یا قسمت آخریش که چراغ‌های عقبی می باشه که وقتی موتر در گیر لیورس میندازیم بیشتر حرکت میکنیم اینا اشاره میده و این هم چراغ‌هاش است. شما قسمی که میفهمین که من به شما گفتم یه رشته ما رشته الکترونیک است و رشته الکترونیک تقریبا شما میفهمین که از اهمیت خاص برخوردار است در بازار کارم که شما ببینین در همه بخش‌های الکترونیک دخیل است و همین فعلا که ما شما صحبت میکنیم همین کمریتان همین وسایل ارتباط جمعی کلش مربوط به الکترونیک است. خوشبختانه ما در بخش اینستیتوت مکانیکی کابل که در چوکات از یک دپارتمان به نام الکترونیک است ما شاپ‌های مختلف را داریم. از جمله فعلا که در جایی که ما شما قرار داریم یک استودیوی تعلیمی آموزشی است که ما در اینجا مسئولین صنف 14 را آموزش میدیم. یعنی مثلا ما میتونیم گفته که مهارت‌های کامره را، مهارت‌های لایت، مهارت‌های مثلا میکسر ساوند و همچنان در بخش سویچر تصویر ما میتونیم که مسئولین خود آموزش بدیم. در قسمت اولی که شما تشریف آوردین شاپ دیگر ما موجود است که او قسمت تماما سرکت‌های الکترونیکی در اوجه طراحی میشن، ساخته میشن، دیزاین میشن. از سرکت‌های بسیار کوچک گرفته تا سرکت‌های بسیار بزرگ مانند امپلیفایرها، اینورترها و غیره. و همچنان یک شاپ دیگه که ما داریم در قسمت منزل بالا، او شاپ ما مربوط به بخش‌های تلویزیون است که ما میتونیم در او بخش مسئولین را که در او بخش یا در او سمستر مربوط میشن ما بتانیم اینا را مهارت‌های ترمیم تلویزیون ما برشان آموزش بدیم. د دغه انسټیټیوټ د مسلکي ښوونکو له لوري د تدریس چارې په ښه توګه په مخ وړل کیږي او د نویو میتودونو څخه په کار اخیستنې سره عملي زده کړې زیاتې دي ترڅو ځوانان د مسلکي کارونو د ترسره کولو غوره مهارتونه ترلاسه کړي. اینستیتوت مکانیکی کابل یکی از بهترین اینستیتوت‌ها می باشد که تمام تجهیزات رسانه‌ای در او وجود می داشته باشد. اینستیتوت مکانیکی کابل دپارتمنت الکترونیک دو شاپ تعلیماتی می داشته باشد و دو شاپ تجربوی که یکیش صنف ایدت می باشد و دیگه‌ش هم استودیویی می باشد که فعلا درش حضور داریم. در این استودیو بخش ساوند، میکسر، کامera و همه چیز در اینجا وجود است. بخش‌های ترمیماتی ما که از دو شاپ داریم که یک شاپ ما مربوط به تلویزیون میشه، تلویزیون‌های LCD، تلویزیون‌های سیاه‌وسفید و تلویزیون‌های رنگ می باشد. در اونجا تلویزیون‌ها هم ترمیم میشه هم جور میشه. این اتاق اینجا ما فعلا هستیم یکی از اتاق بخش استودیوی ما می باشه که تمام بچه‌هایی که صنف 13 صنف 14 سمستر دو میشن و مدت یک سمستر در صنف اونا تدریس میبینن و توسط استادان صاحب مجاب استودیو مکانیکی کابل.
کابل مکانیکال اینستیتوت که متجانه دپارتمنت که سلور دپارتمنت تبی متجانه بخش سلور دپارتمنت داریم سلور سلور دپارتمنتو که نمگا پوست تری دپارتمنت فعال دی او یا دپارتمنت په حالت فعال کېدلو کې ده په دې کې د برق دپارتمنت موجوده ده د انجن دپارتمنت موجوده ده د شاسی کابین دپارتمنت موجوده ده او د انتقال قدرت د ګیربکس د دپارتمنت موجوده ده موږ په دې درې ټایمه دلته درس ورکوو درې ټایمه کې محصلین شاګردان لرو په دوه ټایمو کې محصلین لرو یعنی هم په سهار خو شاګردان دي د ماسپخین خو انستیتوت ده فصل هرمی او د شپې خو هم څنګه محصلین لرو ما در درس الکترونیک ما در شاپ عملی که آمدیم اول استاد درس نظری را برای ما تشریح کرد باز فعلا آمدیم درس عملی را داریم کار میکنیم در برای موجوده ما میتونیم در جای برسیم تقریبا تعداد محصلین بالاتر از 14.5 در سال جاری ما فعلا محصل داریم، محصل و شاگرد داریم و تعداد استادا 79 نفر رسمی و تقریبا 34 نفر حق زمینی و 1 نفر هم خدمتی و در حدود 15 نفر پرسنل اداری و خدمه ما در اینجا مصروف خدمت هستند. در اینستیتوت در مجموع پرنسیب و نحوه تدریس قسمی است که 40% اینجا تئوری درس خوانده میشه و 60% عملی کار میشه. به این اساس استادای ما الحمدلله از ماستر تا لیسانس تا صنف 14 هم داریم، ولی صنف 14 ما کسایی هستند که از اینستیتوت از همین اینستیتوت فارغ شده، اونها تجربه بالاتر دارن که حتی ما میتونم بگیم که معادل با ماستری اونها تدریس میکنن، چون در اینجا بخش عملی هست و اونها زیاد تجربه عملی دارن که حتی ماستر هم که از بیرون ما اگر اینجا توظیف میکنیم چون اونها در عرصه عملی تجارب ندارن و نمیتونن که در اینجا تدریس بکنن و به این اساس و ما ناگزیر از در بعضی بخش‌های ما که مثلا در بخش آبرسانی و مرکزگرمی، در بخش ماشینری و در بخش فلزکاری ما نداریم که مثلا ماستر داشته باشیم یا لیسانس، حتی بسیار به قلت پیدا میشه. به این اساس ما از همون استادای در اینجا به حساب استفاده میکنیم، استحصال وظیفه برشان اجرات میشه که اونها تجارب کاری دارن و شاگردای لایقی هم این اینستیتوت بودن که فارغ شدن و زیادتر هم اونا به حساب تدریس میکنن. یکی از دستاوردهای قوی اینستیتوت در سطح افغانستان همی است که اینها شاگرد قسمی تربیت میکنن که الحمدلله شاگرد متکی به خود میباشن و وظایف به حرفه خود میباشن. مثلا از بخش فلزکاری اگر فارغ میشه، اگر در سطح دولت اونها اگر وظیفه پیدا کردن نتونن، اونها میتونن فوق العاده یک دکان برای خود باز میکنن یا در شرکت های خصوصی اونها اونجا میرن، امروز از اونها کار میکنن، از اونها بسیار به گرمی استقبال میکنن. مثالش ما میتونم بگیم در سال جاری ما در بخش الکترونیک 15 نفر فارغ داشتیم و در این 15 نفر ما را مکمل تلویزیون طلوع امسال جذب کرد در سال 1403. حتی دیگه تلویزیونایی که ملی و افغان فیلم و بعضی تلویزیونای خصوصی دیگه هم که از ما نفر خواستن، ما نفر سال 1402 نفر نداشتیم که ما به اونا معرفی بکنیم، اما تمامی فارغین ما را تنها طلوع جذب کردن. به این اساس این کسایی که از اینجا فارغ میشن دو راه برشان موجود است. یک راه از که وظایف دولتی اوجا به خوبتر در هر وظایفی که اینا میرن، چون اینا با ماشین و با آلات که دارن اونا بسیار معرفت تام دارن، عملی کار کردن، خوبتر میدرخشن و اگر احیانا پیدا نمیشن شرکت های خصوصی هم به اینا ضرورت مبرم دارن که از این طریق اینها میتونن وظیفه بسیار به وجه خوب انجام میتن و زودتر جذب میشن. دا یادونه وړ ده چې د تخنیکی او مسلکی زده کړو د ادارې له لوري د هیواد په کچه یو ګڼ شمېر ځوانانو ته د حرفوي او مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده چې د کار د بازار د اړتیاو پوره کولو او د بیکارۍ د کچې په راټیټولو کې رغنده رول ترسره کړی دی.